حضرت ابو هریره رضی الله عنه از شاگردانش سؤال کرد: او کدام شخص است که یک نماز نخوانده است و یک روز هم روزه نگرفته است ولی الله تعالی او را جنت الفردوس عطا کرده است؟ سبحان الله، نه روزه گرفته و نه نماز خوانده است ولی جنتی است. شاگردها حیران شدند: چطور بدون نماز و روزه جنتی باشد؟ حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمود: آن شخص حضرت اسیرم رضی الله عنه می باشد. حضرت اسیرم شخصی است که غزوه احد شروع شده بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم در میدان جهاد مصروف بودند. در همین حالت در دل این شخص آمد که این دین مسلمان ها برحق است، من دروغ می حسابیدم اینها را. ببین چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم خونالود است و چهره خونالود هیچ وقت دروغ نمی گوید. بنابراین من باید کلمه عرضه کرده مسلمان شوم. در حال آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و کلمه عرضه کرد. حالا وقتی نماز هم داخل نشده بود، عرض کرد: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، من چه خدمت کنم؟ در دستش شمشیر بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: داخل میدان شو و مسلمان ها را مدد کن. شمشیرش را کشید و داخل میدان شد و در همین میدان از دنیا رحلت کرد. نه وقتی نماز را دریافت کرد و نه روزه را در این مدت کوتاه. اما هنگامی که جسد بیجان این شخص را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر کردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ببینید، عمل این شخص بسیار اندک است ولی سزاوار اجر عظیم شد. در زندگی یک نماز و یک روزه هم فرصت نشد ولی الله جل جلاله برای این شخص جنت الفردوس عطا کرد. الله مهربان ما و شما را هم جنت الفردوس نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.